همینه و همه چیز رو به هم می‌ریزه. یعنی اون موتیویشن، اون انگیزه رو توش ایجاد کنیم که آقا اصلا تصمیم بگیره بذاره کنار. چون مهمترین چیز تو ترک هر چیزی انگیزه است و اون آدم بخواد. ما 1000 تا دارو بدیم، 1000 تا کار بکنیم، نخواد نمیشه. کسایی که میان پیش من وقتی خانم آقاها رو میاره یا هر کی، حالا اگر خانم مشکل داشته باشه میاره میگه اینو میخوام ترک کنم، میگم برو هر وقت خودش خواست بیاد. میپرسم میگم الان اومدی ترک کنم؟ میگه حالا مثلا میگم برو هر وقت که احساس کردی که واقعا اونقدر انگیزه داری، که معمولا هم زمانه انگیزه دارن که میخوان یه ازدواجی بکنن یکی رو به دست بیارن، میگم اون موقع برگرد، اون موقع تو میتونی، چون اصل کار ترک با خودته، با من نیست. حالا من با دارو کمکت میکنم. یه جوری دارن غیر مستقیم تو مغز بچه‌ها میکنن که این قشنگه، این درسته، اینو نگاه کن. و من خودم بودم یه زمانی بود یه بنده خدایی برام یه فیلمی فرستاد 15 سال پیش، براش فرستادم که لطفاً از این چهارمو نفرست. نه اینکه بخوام ادا در بیارم، واقعا اینو میگم برای اینکه اون کسی که بخواد استفاده کنه استفاده میکنه. ما تو خیلی چیزا تعارف نداریم با مردم. مثلا تو خیابون رانندگی میکنیم، نه تنها تعارف نداریم، میگیم نه اصلا راه نمیخوام بهت بدم. مثال خیلی ساده. بعد یه جایی که بحث روح و روانته، اصلا بحث عزت نفسه. تو میخوای چه تیپ آدمی باشی، میخوای با چی مثلا افتخار کنی به خودت. این حاشیه ها رو بذاریم کنار، به شما بیشتر مراجعه کنیم